هر کسی که میبینه ما را امیدوارم خوب باشه، اشتیای صاف باشه شما. من راستی یک چیز در یادم زد، خواستم آن را براتون بگم. به هر حال امروز دیم برای بگیم افیر برآمدم. ما مردم تاجیکستان تولد میکنیم یا تولد میکنن، کودک به دنیا میآید. نه بامجا شبکه ببینین باورتی ممالی در شبکه مو دا کودک تولد میشود، انا آش میکنیم. بعد کودک یک ساله میشود با آش میکنیم. 6 ماهگیش دا آش میکنیم، دا گوارش آش میکنیم. مکتب رویش دا آش میکنیم، توی میکنیم، آش میکنیم. همه پرازنیکوش دا آش میکنیم. آخرون اگر مردن باید طرف آش قطعی روان میکنیم. یعنی که فقط ما دا آش. بعضا حالت ها میگن که کریسو برنج زیاد میخورن. نه که فکر کنیم که کریسو دا توجیکو زیاد برنج میخورن، برای که از تولد تو مرده روان کردن، مردن یعنی که گرده بودن. با 6 ماهگیش هم آش، جمعگیش هم آش، تو 30 سالش دادن آش. با بعدی که اون مرد رفت، اگر باید 10 سال بعد هم اگر او را یاد کنیم با در حقش یک طبق آش میکنیم. تینه دولت ها دا بگیم ما اصلا خراکم یکم بار نوار کدگی نیستم، خیلی عادت نداشتم که ما یکم بار خراک ما نوار کنم. امروز 8 مرد بود، بگیم که گلک شده که بگیم چی بود، KFC. بیاین دوستای عزیز، بگیم که یک تقرای کلون KFC اشتیای تام باشه همتون در. با اینکه چی گفتنی بدم که یعنی که تاجیکستان ما هم اگر یک کم یک دولت سالم میبود، اگر یعنی گوناگون چیزها میبود در وطن ما هم، شاید که ما هم در همون حالت ها بگیم که یکان ببینین بامج ببینین بامج KFC میخوره در اینجا رفتی زره گشته نمیتونه بامج KFC میخوره. این رحمان میچتد میکنه وقتایی که یعنی که کاش که دولت ما هم آباد شوه، همه خیلی چیزها شوه، یعنی سطح اروین یعنی زندگی بالاتر میشید. خلق ما هم مردم ما هم در هم خیلی پرازنیک ها همراه های اویلاشون، پدر مادرشون، خواهرشون میبرامدن میرفتن در گوناگون بگیم که خوراکخانه ها، یعنی که آماده نکرده در اونجا شیشته خوردن نوش جان کرده یک طبی بگیم که پرازنیکی میگذارند. اما متاسفانه ما در مرده و تویمون آشو در زندگی ما فقط شوربا، کارتوشکا شوربا، مکرون شوربا، پیاز شوربا، نمیدونم دیگر گراخ شوربا، حیاتمون هم کار قطعی گذشته است. سلامت سربلند باشین دوستای عزیز. بگیم که اشتیای تو مادر گلک چلک KFC که شروع گرمان تو